شبی تار، ما و شما در خواب ناز. اما این مادر فرزندانش را تنها گذاشته، به نیمه شب نگاه نکرده، خوابش را حرام کرده، به کوچه های خالی شهر می براید. تمام افلاسی هایی که ما کردیم روزانه تازه می کند تا صبح تازه و آزاده از پس کار و بارمان بشویم. اما بعضا حوصله نمی کنیم پرتابه دستمان را به همون قطعه ها پرتاییم، به هر کجا می پرتاییم. یک کاری کوچکی ما سبب زیبایی شهر و یک لحظه راحتی این مادران است. بیایید یک لحظه تصور کنیم مادری ما باشد چی؟ بیبی ما باشد چی؟ از ما گفتم فکر کن.